خب من زبونچی نیستم، زبون شناس هم نیستم، لیکن از تاریخ و از خواندن و از گفتن یعنی خود پامیر دارای زبانهای خیلی گوناگون است. فرض کردیم نایش کوشیم هم زبان وخی دارد، هم زبان غارانی دارد و هم زبان رنی دارد. یعنی در یک نویه حق در کلانم نیست، لیکن سه زبان است. یا آمدیم در حدود نویه شغنان، یعنی مردم شغنان یک زبان دارند لیکن لهجهش فرق میشه. مثلا مردم روشخلا لهجه خود دارند، مردم غرن لهجه خود دارند، خودمان پرشنیف و خورو لهجه خود دارند. همین خیلی چی میشن. یا فرض کردیم نویه ایوانج اگر بگیریم، خود جماعت یزگلم در نویه ایوانج داخل میشد، در تصرف نویه ایوانج است، لیکن زبانشون با کل از مردم ایوانج فرق است. تماما زبان دیگر خیلی دارند و هم کمک مانندی هم به زبان ایوانج ندارد. یعنی داروی زبانهای گوناگون پامیر است. ممکن خیلی و مخته استودند، حال ما کار کرده استودند در باره زبانهای پامیری، رنی، روشانی، برتنگی، یعنی همه همین زبان ها را حال ما کار کرده استودند. انشالله نزدیکی یک کتاب میبروید که حالا من در فیسبوک خواندم در امریکا یک دخترچه خیلی بزرگ با زبان روشانی و شغنانی هم کتاب برآورده، به زبان هم روشانی و شغنانی هم کتاب برآورده است، همین به زبان انگلیسی. آموختن زبان پامیر بسیار بسیار لازم است، چون که زبان این یک چیز است که باید از بین نرود. هستی ملت است، هستی همون دیار است، هستی خود همون ساکنان است، هستی کشور است و این یک تاریخ مکمل است، تاریخ گرانبها است زبان. یغنابی و یزگلامی به فکرم کم و بیش مانندی دارند، لیکن من زبان یغنابی عموما آموختگی نیستم، یعنی گفتن نمیتونه که مانندی دارد یا ندارد. ما خودم اختصاص من معلم بود، معلم یعنی ورزش بودم. نام من عبدالحمید است، سال تولدم 1960، اول نفخور هستم و ساکن همین دیار هستم. 64 ساله هستم. نام قشلوق من توسیون است و همین دهی که من در این زندگی میکنم لنگر میگن که شابران در اینجا مزار دارد، یعنی چشمه زیبا دارد و زیارتگاه تمامی حال همین هنر و حال مردم است. از هموطنان دعوت میکنم که بیان جای زیبا را ببینیم. بالوچه در اینجا نه پخته.